سوال اول به برادر ما قاری عبدالوهاب. در هر دور و زمان به طلبات همان زمانه کتاب‌های الهی زبور و تورات و انجیل تحریف یافتند، یعنی دیگرگون شدند. بعضی مردم به قرآن نیز چنین نسبت میدهند. سوال چنین است: چگونه تا امروز قرآن کریم از تغییر و علاوه ها محفوظ مانده است؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استادان محترم و بینندگان گرامی، در رابطه با تحریف و تغییر زیاده و کم شدن قرآن شما سوال کردید. البته ما مسلمانان به خصوص اهل سنت به این اعتقاد هستیم که به هیچ وجه هیچ امکان ندارد که کتاب الله تحریف، تغییر، چیز زیاده یا چیز کم شود. این چیز از دیدگاه اعتقادی ما مستحیل است. صدای من هست؟ بله ما شما رو میشنویم. بله. خاطر من تنها عکس صورت میبینم، چیزی دیگه از شما رو من نمیبینم. از خاطر اگر رفت جای قطع شد مرا خبر کنید. خب بله ما شما رو میبینیم. خب بله، از دیدگاه ما یعنی اهل سنت و الجماعت این است که تحریف کتاب الله قرآن، تغییری آن، چیزی زیاده کردن یا چیزی کم کردن، این کار مستحیل است. این هیچ امکان ندارد. و این از دیدگاه عقل و نقل اثبات شده. عقل و نقل اثبات شده است که کتاب الله قرآن به هیچ وجه تغییر، تحریف، زیاده کم نمی شود. اولش این که الله سبحانه و تعالی در سوره حجر در آیت 9 فرمودند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همانا این قرآن را به مقصد پند دادن بر محمد صلی الله علیه و سلم فرود آوردیم و ما این قرآن را از تحریف کنندگان، از زیاد و کم کردن نگاه می‌داریم. این آیت کفالت است بر این که کتاب الله به هیچ وجه تحریف نمی شود، تغییر نمی یابد، چیزی در او زیاده نمی شود و چیزی کم نمی شود. این کفالت خداوند است که به هیچ وجه تحریف و تغییر نمی یابد. از همین سبب الله سبحانه و تعالی این کتاب را، حفظش را آسان کرد. حفظ این کتاب آسان شد. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله حفظ این قرآن را آسان کرد. به طور مثال یک کودک تاجیک 7 ساله که اصلا از زبان عربی هیچ معلومات نداره، براش قرآن میتن کتاب الله که زیاده از حدود 604 صفحه است، معنای این را نمیفهمد، ولی در مدت بسیار اندک این کتاب حفظ کرد. این از جمله خصوصیت های این کتاب است. اگر براش با دیگر زبان به اندازه همین قرآن کتاب را بده، در اون وقت او کتاب حفظ کرده نمی‌کنه، ولی قرآن در مدت بسیار اندک. ما داریم حافظایی که در مدت 2 سال قرآن حفظ کردن، داریم حافظایی که در مدت 1 سال، حتی 6 ماه، حتی در 2 ماه هم قرآن حفظ کردن. زیاده از یعنی 604 صفحه را در مدت 2 ماه حفظ کردن. یعنی حفظ کردن قرآن کریم برای انسان در حافظه ها خیلی آسان است اگر خواهش داشته باشند، یعنی اگر خواسته باشند. بله، اگر واقعا انسان در طلب این باشد، الله حفظ را آسان کرده است. یعنی غیر مسلمان ها، قاری عبدالوهاب میگفته غیر مسلمان ها اگر
به آن یقین داشته باشند که به مثل دیگر کتاب‌ها تحریف یافته است، یعنی که دیگر شده است. و یا بعضی از انسان‌هایی که حتی نامشان خودشان را مسلمان میگویند، ولی میگویند که شاید تحریف شده باشد، شاید دیگر شده باشد. بله، از این خاطر من در قدم اول گفتم نه، از دیدگاه نقل و از دیدگاه عقل اونها دلیل عقلی میخواهند. برای اونها اگر رفت این آیت قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اگر گویم، شاید تسلیم این نشوند. ولی از دیدگاه عقل و از دیدگاه تجربه که قرآن را در این مدت 1442 سال اگر از دیدگاه هجری بگیریم، این نسل پشت نسل هر سال صدها هزار نفر قرآن را حفظ میکنن. وقتی که صدها هزار نفر قرآن را حفظ میکنن و این قرآن را به نسل بعدی به صدها هزار نفر دیگه میسپارند، هیچ امکان ندارد که در این قرآن یک کلمه یک چیز تحریف شود. هیچ امکان ندارد. بله، در طول تاریخ بودن نفرایی بودن که میخواستن قرآن را تحریف کنن، میخواستن مثل قرآن کتاب نویسن. به طور مثال در کتاب الاسلام یتحدى وحید الدین کتاب دارد که اسلام مقابل خودش به بحث و به مبارزه طلب میکنه، بله در اساس علم، در اساس منطق. در اونجا یک قصه را میگه از ابن مقفع. ابن مقفع یک دانشمند، یک ادیب عرب بود، بسیار دانشمند بود، از تمام پهلوهای زبان عربی با خبر، معروف است نزد ادیبان عرب. یک زمره از ملحدین، کسایی که به خدا ایمان ندارند، اونهایی که به خدا ایمان ندارند، وقتی دیدن که مردم زیاد به قرآن گرایش میکنن، قرآن حفظ میکنن، به دیگران میرسانند، این ملحدان از دیدن این چیز ناراحت میشوند. آنچنانی که امروز در زمان ما زیاد هستند این ملحدین که به خدا باور ندارند، از این پیشروی ها ناراحت میشوند. اونا ناراحت شدن، آمدن نزد ابن مقفع. به ابن مقفع گفتن که تو ادیب هستی، تو دانشمند هستی، تو از پهلوی زبان عربی با خبر هستی، بیا یک قرآن مثل قرآن یک کتاب نویس، یک کتاب نویس. ابن مقفع هم قبول کرد، گفت قبول است، ولی برای من گفت 1 سال مهلت بدید، 1 سال مهلت باشه که من مثل قرآن یک کتاب نویسم. اونا گفتن قبول. یکیش با ابن مقفع گفت که من بستان سرای خودم برات میتونم، در این مدت 1 سال تو میتونی داخل این باغ راحت باشی و در آنجا. یکی دیگرش گفت که من برات کاغذ میارم، که کاغذ در آن وقت بسیار قیمت بود، این مثل امروزه نبود که بسیار با چند تنگه بخرید، در اون زمان سخت مشکل بود. یکی دیگرش براش گفت که من برات رنگ میارم، دیگر چیزا را مهیا میکنم. یکی دیگرش گفت که من در این مدت 1 سال نفقه خودت و نفقه خانه ترا، اهل و عائله ترا، فرزندای ترا من به دوش میگیرم. ابن مقفع قبول کرد، رفت شروع کرد به نوشتن یک کتاب مانند قرآن. بعد از 6 ماه امین رفیقاش، امین ملحدا رفتن نزد ابن مقفع تا اینکه از احوال او باخبر شدند. رفتن دیدن که ابن مقفع مثل دیوانه مویهاش جولیده است، مثل دیوانه‌ای که موی سرش به دستش میکنه میگیره، مویهاش جولیده است، ورقها در زمین چاشیده، چشماش سرخ، مثل که چند روز خواب نکرده است، مثل یک دیوانه. در مدت 6 ماه. بله، ناراحت شدن دیدن وضعیتش، حیرت زده شدن، گفتن به تو چی شد؟ ابن مقفع در جواب گفت که این کتاب، یعنی این کتاب، این قرآن، این نوشته، یعنی کاریده دست انسان نیست، هیچ امکان ندارد. هیچ کدام شما مثل من از با زبان عربی شناسایی نداریم، معرفت نداریم. بله. ولی من به صراحت شهادتی میتونم که این کتاب هیچ امکان نداره که مانند این کتاب، نه تنها این کتاب، حتی یک صفحه این کتاب، حتی یک آیت این کتاب انسان این گونه بتونه که مثل این بیاره. یعنی ما غیبی داریم، مثلا رافعی در وحی القلم قصه های زیاده نقل میکنه که در طول تاریخ یعنی مغرضین، آنهایی که میخواستند که مثل این کتاب یک چیز نوشته کنن، یک چیز آماده کنن تا اینکه بتوانند که مسلمان ها را از راه بیرون کنن، و زیر این آیتی که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تا اینکه این آیت تکذیب کنن، کوشش کردن ولی نتوانستند. قاری عبدالوهاب اینجا در باره قدر و منزلت آدمیت از نگاه
قرآن یک کوتاه گفته میگذاشتید انشالله. میکروفون. بله دوستان، در رابطه به قدر و منزلت انسان، یعنی کرامت انسانی، یعنی گرامی داشتن انسانی، ما اگر گوییم که امین قرآن یکی از مقصدهای اساسی قرآن که بر پیغمبر نازل شده، یکی از مقصدهای اساسی این قرآن همین است، این گرامی داشتن انسان، قدر کردن انسان، بهتر بودن انسان. الله سبحانه و تعالی در آیت به صراحت میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم را گرامی داشتیم، گرامی کردیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی نمیگه ولقد کرمنا المسلمین، ولقد کرمنا المؤمنین، میگه ولقد کرمنا بنی آدم، فرزند انسان را ما مکرم، ما گرامی داشتیم. ما اگر اصل امین پیدایش انسان که پدر من و شما اولین آدم حضرت آدم علیه السلام، اگر امون خلقیت اون اگر قرآن بگیریم بخونیم، در اونجا همین خلقیت پدر من و شما حضرت آدم به صراحت بسیار واضح بیان شده است. الله سبحانه و تعالی میگه وقتی که من انسان فایده سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، فقعوا له ساجدین، وقتی میگه قامت انسان آدم برابر کردم، برابرش کردم و خلقیت او را کامل کردم و او را از روحم. ببینید این نسبت کلمه روح الله سبحانه و تعالی به خودش نسبت میده، در صورتی که روح این مخلوق است ولی الله به خودش نسبت میده، به خودش. مقصد از نسبت دادن به خودش چی است؟ اکرام است، اکرام است، این تشریف است. میگه از روحم چی در او دماندم و بعد از اینکه روح دماند ملائکه ها، یعنی مخلوق هایی که بیگناه هستند، پاک هستند، امرشان کرد که نزد انسان سجده کنید و ملائکه ها امر الله اطاعت کردن، نزد انسان سجده کردن. شیطان سجده نکرد. الله به خاطر اینکه این شیطان از الله اطاعت نکرد و نزد انسان سجده نکرد و اینم اکرام است، اینم قدر انسان است، شیطان راند. ببینید بعد از اینکه انسان به دنیا آورد، همه آن چیزی که امروز میبینیم از آسمانی بزرگ به این زیبایی، این زمین به همه این انواع چیزایی که دیده میشه، از نباتات و از جمادات و از هر چیزی که ببینیم، همه ای برای کی؟ برای انسان. مگر این اکرام نیست؟ بیشتر استاد ابراهیم گفتن که در قرآن زیاد 90 آیت است که میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا. این یا ایها الذین آمنوا همش برای گرامی داشتن انسان است. یعنی الله سبحانه و تعالی انسان از هر چیزی به هر چیزی که امر کرد، در او اکرام انسان است، در او کرامت انسانی است و از هر چیزی که نهی کرد در او ضرر است و این کرامت است. در این چیزا وقت دیده میشه. البته فکر میکنم وقت زیاد نداره ولی من میتونم برای شما اینجا دلیل های حتی ببینید الله سبحانه و تعالی وقتی که با ملائکه ها صحبت کرد گفت و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، با ملائکه ها خطاب کرد، گفت من در زمین گفت خلیفه خلق میکنم. اگر ما تفسیر خلیفه را ببینیم هر معنایی که بتیم این کرامت انسانی است، کرامت انسانی است. اگر بگیم که حکم الله در روی زمین جاری میکنه، پیاده میکنه، برقرار میکنه، این کرامت است. الله از بین دیگه مخلوقاش چی انسان اختیار کرد. میتونیست یک ملائکه را بیاره بگه حکم ما را در زمین جاری کن، هیچ کس سرکشی کردن نمیتونست. ولی الله از فرزند انسان اختیار کرد، گفت آدم اختیار کرد، گفت حکم ما را در روی زمین، یعنی عدالت برقرار کن. عدالت این کرامت است. اگر اینا با اون معنایی که مفسران تفسیر میکنند که نسل پشت نسل اینا با همدیگر خلیفه یعنی جانشین میشوند، اینم کرامت است. زیرا الله نسل آدم از بین نبود، اینم کرامت است. بله کرامت هر چیزی که در ببینیم مردم ما باید با قرآن بهتر شناس شوند. قرآن هر حرفش هم اگر بگیم کرامت، هر چیزی که نهی کرد ای برای کرامت انسان است. گفت شراب ننوش، برای عقل از دست میدی. فرق بین انسان و حیوان همین عقل است. عقل که از دست دادی این کرامت است. گفت دزدی نکن، مال انسان حفظ کن، کرامت است. گفت زنا نکن زیرا نسب از بین میرود. یک کودک که به دنیا می اومده که پدری خود چه نمیشناسه، این کرامت است. هر چیزی که بگیریم، هر آیتی که ما را امر کرد اطاعت کن، این کرامت است.
و از هر چیزی که ما را نهی کرد این کرامت است. ما اگر شما اجازه بدین من یک قصه بسیار کوتاه میکنم اگر اجازه بدین. بله بله بله، تماشابین ها هم خیلی زیاد هستند و من فکر میکنم که عین حال آنها نیز میخواهند شنوند چون موضوع خیلی جالب است. یک قصه از قرآن براتون میارم. سبب نزول آیت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى الآیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از مدینه آمدن مکه بعد از فتح مکه، وقتی آمدن در اونجا با بلال خطاب کردن، گفتن بالای کعبه میروی یا اذان میدی. بلال رضی الله عنه یک شخصی که قبل از اسلام آوردنش، قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی با بلال حرف نمیزد. حتی یک کفش پای یک نفر از بلال دیده ارزشش زیادتر بود، ارزش زیادتر داشت. اصلا از بلال هیچ چیزی نمیپرسیدن. اما وقتی که اسلام آورد معزین رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، قدر و منزلت از مدینه وقتی مکه گشتن آمدن و فتح مکه شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به بلال گفت که بالای مکه میری، بالای کعبه اذان میگی. و بلال رضی الله عنه بالای کعبه آمد اذان. عرب هایی که یعنی اون قریشی هایی که جدید مسلمان شده بودن از دیدن این منظره ناراحت شدن. حتی بعضیاش گفتن که یکی به نام حارث گفتن که مگر محمد غیری همین زاغی سیاه کسی دیگر را پیدا نکرد؟ کسی دیگرش گفت که ابو سفیان گفت من میترسم چیزی بگم که میفهمم که این حرفی من الله برده در پیغمبرش میرسم. یکی دیگرش گفت که اگر پدری من زنده می بود در قید حیات می بود این حالت میدید از جان به حق تسلیم میکرد، یعنی هلاک میشد، میمرد. یعنی اگر به لهجه بگیم اگر امروز. ولی بعد از این آیات نازل شد. این آیات نازل شد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. سبحان الله، این آیات را خوب باید در خوب اهمیت بدیم تا که در قلب ما تاثیر کنند. اون قوم، این مردمی که امروز قوم پرستی میکنن با زیبایی خود، با رنگ خود، با زبان خود، با هر چیز، با کرسی خود یا با چیز افتخار میکنن. ببینن الله سبحانه و تعالی در اینجا اعلان حقوق بشر میکنه. دیدن دکلراسیون یعنی اعلان حقوق بشر، این قبلا اعلان شدگی است. امروز اعلان حقوق بشر میکنن، ولی این قبلا 1400 سال زیادتر شد که صدا میته در گوش مسلمانان. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه و تعالی گفت ای مردم، ببینید خطاب به مردم شد، تنها به مسلمانان نشد. ای مردم، ما شما را از یک پدر و مادر خلق کردیم. یعنی پدری همه شما فرق نمیکنه که رنگ شما تو سفید هستی او سیاه هست، تو زبانت کدام زبان، تو عرب هستی، ترک هستی، تاجیک هستی، امریکایی هستی، آلمانی هستی، ازبک هستی، هر چیزی هستی، فرق نمیکنه. همه شما را ما از یک پدر و مادر خلق کردیم. همه شما برمیگردید به همون یک پدر و مادر. بله. و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شما را ما به ملت ها و قبیله ها تقسیم کردیم، پراکنده کردیم در روی زمین تا اینکه همدیگر را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما، یعنی گرامی ترین شما، مکرم ترین شما نزد الله شخصی است که از الله زیادتر میترسد. این اعلان حقوق بشر است. این آیت را باید ما خوب بفهمیم معناش. و این چونین اگر این قسم اگر صحبت کنیم شاید تا صبح صحبت کنیم. البته من از دکتر بخشش میپرسم که کم در وقت از زیادتر گرفتیم. در واقع انا همین قصه که شما اهمیت بدیم. کرامتی هیچ کتابی، من به صراحت میگم، هیچ کتابی که مثل که قرآن برای انسان کرامت بخشیده است، او را گرامی دانسته است، هیچ کتاب این قسم گرامی و کرامت، یعنی گرامی و قدر انسان ندانسته است. تنها با قرآن بهتر شناس شوند.